نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. دوستان و بینندگان محترم، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند متعال را سپاسگزار هستم که برایم توفیق عنایت فرمود تا به سلسله کلیپ های قبلی در مورد ماه ذوالحجه، مخصوصا دهه اول آن، کلیپی را ثبت و تهیه نمایم. بینندگان محترم، در این روزها مسئله ذهن مردم را درگیر خود ساخته و مردم به تشویش این هستند که آیا روز جمعه اول عید سعید قربان است و یا روز شنبه، چون به فتوای محکمه عالی عربستان سعودی روز جمعه اول عید سعید قربان گفته شده و به فتوای محکمه عالی افغانستان روز شنبه اول عید سعید قربان گفته شده. در جواب به این مسئله باید گفت که افغانستان با عربستان سعودی اختلاف زمانی 1.5 ساعته دارد و این اختلاف زمانی زیادی نیست که دیدن و ندیدن مهتاب را تحت الشعاع خود قرار بدهد. بنابراین اگر حکومت و محکمه عالی وقت افغانستان خود را زحمت نداده و از فتوای محکمه عالی عربستان سعودی پیروی کرده، این هم درست است. و اگر حکومت و محکمه عالی وقت افغانستان خود را زحمت داده و مستقلانه درباره دیدن و ندیدن مهتاب جستجو کرده و فتوا داده، این هم درست است. به این اساس به مردم شریف افغانستان باید گفت که نگران نباشید، نظر به فیصله و حکم محکمه عالی افغانستان روز شنبه ان شاء الله الرحمن اول عید سعید قربان بوده و حقیقت امر را به خداوند متعال واگذار بکنید و من الله توفیق.